به نام خدا. قوقای کبد چرب. دارو باید از آمریکا بیاد، دارو باید از فرنجایک بیاد. این چه داستاناییه؟ چقدر سخت میکنه این کاره. کبد چرب، دیابت، چربی خون، غلظت خون، بیماری های اینچنینی که مربوط به خون و کبد میشه، با پرهیزات خیلی ساده، پرهیز روغن‌های نباتی، روغن‌های مایع، حذف ریزخواری، یه مقداری پیاده روی میتونه بسیار مؤثر باشه در درمان و بهبود کبد چرب. حذف بستنی، آب یخ، اینها خیلی میتونه مؤثر بشه. یک شربت خیلی ساده هم میتونین خودتون درست بکنین با زرشک کوهی، زرشک سیاه، زرچ یا هر اسم محلی دیگه ای داره، زرشک دانه دار و سرکه سیب و عرق نعنا. این شربت رو به راحتی میتونین 100 گرم زرشک کوهی 1 لیتر آب بجوشونین، بعدم عرق نعنا و سرکه رو اضافه بکنین. یک شربت بسیار عالی صبح و شب به اندازه 1/3 استکان مصرف بکنین. نه وقتشو ندارین، تایمشو ندارین، شربت آماده شو ما تهیه کردیم، بسیار عالی، با بسته‌بندی خیلی خوب در مشهد، با این ظرف‌های شیشه‌ای بسیار عالی، و برای شهرهای دیگه هم با بسته‌بندی‌های پت بهشون به دست عزیزان میرسونیم. اگر اینکه اونجا رسوندن، به دستشون رسید، میتونن انتقال بدن به ظرف‌های شیشه‌ای که چون سرکه داره بهتر نگهداری بشه. به همین راحتی میشه کاهش وزن ایجاد کرد، میشه قند خون رو پایین آورد، چربی خون رو پایین آورد، کبد و چرب رو کاهش داد، بهبود بخشید، به همین سادگی. و سلام، نام تمام.